مخصوصا کاری میکردم که اون هرگز ترک نکنه. قرقان داره مسموع داره برف میاد، مسموع داره برف میاد. هر کس من زد خدا بزنش و گزارش کردم خدا نابودش کنه. هر کس منو زد خدا اون را بزند، جوری بزند راست نشود. ای ملت ایران، ای مردم ایران بدانید نامردی زدی از خدا میخوری، یه جوری از خدا میخوری راست نشی. بله داداش میزنی باید از خدا میخوری. من کاری نیستم برادر، زدی اشکال نداره از خدا بخور. پس خدا یه جوری بزن که راست نشی، تا 2 سال تا 3 سال خرج کنی خوب نشی. آمین رب العالمین. هر کس منو زد خدا آن را بزند، هر کس منو زد خدا آن را نابود کند. هر کس منو زد به حق امام زمان آن را بزند، راست نشه. تا 3 سال خرج کنه خوب نشه، تا 3 سال سردرد شدید بیفته به حق فاطمه زهرا، فقط قرص بخوره خوب نشه تا 3 سال. تا گزارش کردم به خدا، فقط خدا جواب آنها را بده. اشک کسی را در بیاری خدا اشک تو را در میاره. یه روزی خدا اشک شما را در بیاره. کسانی که ما را زدن نامردی زدن. خودت شاهدی، دیدی بودی منو زدن نامردی. خدا فقط خودت جواب آنها را بده. کسی رو بیگناه را بزنی چوشم خود از طرف خدا میخوری. بنده خدا کاری نیست، فقط خدا جواب شما را بدهد به زودی زود. 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 2 سال دیگر 9 سال تا مولم تا عید تا شب رمضان خبرش میاد. اکبر آقا دلش خوشحال می شود، شکم 3 نفر سیر می کند. فقیر اونا کسی را نامردی بزنین از خدا چوشه بخورین. هر کس منو زد، هر کس باشه. خدا خودت شاهدی بودی، دیدی نامردی منو زدن. اشک ماها رو در آوردن، اشک پدر منو در آوردن. خدا جواب شما رو هر چی زودتر بدهد به حق فاطمه زهرا، به حق امام زمان، به حق اون خدایی که ما را آفرید. خدا خودت شاهدی، دیدی و همین شب عزیز و همین صبح عزیز که داره برف میاد. فقط جوابشان بده خدا. ما از خدا این رو میخوام، جوابشان بده، جوری بزنه که